سلام، من نوید هستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی مجموع جلسات وردپرس بعد از بررسی قسمت‌های مختلف پیشخوان، توی این جلسه ما به قسمت پلاگین ها یا افزونه ها میرسیم. پلاگین یا افزونه ها در واقع مواردی هستن که ما میتونیم به سایتمون اضافه کنیم که بتونیم یه قابلیتی رو داشته باشیم که توی سایت موجود نیست. مثلا شما سایتتون نیاز به در واقع امنیت داره، میتونید از پلاگین های امنیتی استفاده کنید، یا اینکه مثلا میخواید که قسمت عضویت رو ادیت کنید، میتونید از پلاگین های مربوط به عضویت استفاده کنید، یا مواردی مثل ظاهر وبسایت رو میتونید باهاش تغییر بدین، یا در قسمت اگه سایت فروشگاهی باشه قسمت محصولات، قسمت فاکتورها، قسمت پرداخت و کلیه مواردی رو که هست شما میتونید با پلاگین ها در واقع مدیریت کنید. وردپرس یک مخزن بسیار ارزشمند داره به نام مخزن وردپرس که کلی پلاگین های بسیار کاربردی ارزشمند و در واقع رایگان هستن اکثرشون اونجا هستش که میتونید از اون استفاده کنید و در واقع مطمئن ترین جا و امن ترین جا برای استفاده از پلاگین ها مخزن خود وردپرس هستش. اگه توی منوی سمت راست قسمت افزونه ها رو روش کلیک کنیم وارد صفحه افزونه ها میشیم که مثل در واقع پوسته ها و بقیه موارد ما میتونیم که اگه افزونه تازه رو بزنیم یک پلاگین جدید نصب کنیم، ویرایشگر پرونده هم که به در واقع ادیت افزونه ها می‌پردازه که این مبحثش یکم پیچیده‌تر از این جلسه است. افزونه هایی که من الان رو سایت دارم، من یه دونه المنتور دارم، یه دونه المنتور پرو دارم. المنتور یک افزونه صفحه ساز هستش که یعنی شما میتونید باهاش برگه ها و صفحه ها فرم ها رو طراحی کنید. المنتور یکی از قدرتمندترین، محبوبترین و پرکاربردترین افزونه های در واقع وردپرس هستش. توی صفحه افزونه ها از منوی بالا توی قسمت تنظیمات صفحه یک توضیحات داریم و یک بروسانی خودکار که اگه تیک توضیحات رو برداریم ببینید این جلو توضیحاتی که در مورد افزونه داده شده این برداشته میشه. اگه تیک بروسانی خودکار رو برداریم، قسمت بروسانی خودکار در واقع افزونه ها، اینو میتونیم نمایان یا پنهانش کنیم. قسمت بروسانی خودکار برای اینه که شما اگه اینو فعالش کنید این افزونه وقتی براش آپدیتی میاد، مثلا الان ببینید من دو تا افزونه هم آپدیت جدید اومده، یا میتونم اینجا بزنم جزئیات نگارش و در واقع این ورژن جدید رو جزئیاتش رو ببینم که چیزای اضافه کم و یا بهبود پیدا کرده، یا از اینجا بزنم همکنون به روزنمایی، یا اینکه برای این کار که من نخواد هی بیام افزونه هامو چک کنم و ببینم افزونه های من آپدیت شده یا خیر، بروسانی خودکار رو من فعال کنم. اما بروسانی خودکار من برای یک سری از افزونه ها پیشنهاد نمیدم فعال کنم. مثلا المنتور یکی از افزونه‌هایی است که شما این بروسانی خودکار رو نباید براش فعال کنید، چون امکان داره با بروسانی المنتور کل محتوا و اون دیزاین سایتتون به هم بریزه. برای همین کار بعضی از افزونه‌ها شما قبلش حتما باید بکاپ بگیرین از سایتتون که اگه در حین بروسانی مشکلی هم برای سایت پیش میاد بتونید بکاپ رو برگردونید. بروسانی ها مثلا مال افزونه اینجا نشون داده میشه. اگه از قسمت پیشخوان وارد بروسانی ها هم بشیم، اینجا هم به ما در واقع بروسانی های مربوط به سایت رو نشون میده. اون دو تا بروسانی ما اینجا هم داریم. خب برگردیم به افزونه ها. برای افزونه ها خب یک سری کارهای اینجا هست که فعال غیر فعال اینا هستش که یه سری کارهای دست جمعی هستش که میتونیم برای کلی افزونه ها یا تک افزونه ما انجام بدیم. افزونه ها رو میتونیم فعال غیر فعال و یا حذف کنیم. برای اضافه کردن افزونه ها وارد افزونه تازه میشیم. با این کار ما وصل میشیم به مخزن افزونه های وردپرس. یه سری افزونه ها هستن، افزونه های ویژه دسته‌بندی شدن، افزونه هستن که ویژه هستن، خیلی کاربردی هستن و ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. ببینید افزونه ها پایینشون نوشته که با نگارش وردپرس شما سازگار است. الان وردپرسی که ما داریم کار میکنیم 6.6.2 هستش ورژنش، یعنی افزونه بر روی وردپرس تست شده و اگه شما نصب کنید با وردپرس شما تداخل یا مشکل نخواهد داشت. اما مثلا این افزونه ویپرس گفته با نگارش وردپرس شما آزمایش نشده است.
خب پس این تست نشده با این در واقع ورژن وردپرس. میتونید نصب کنیم و اینکه تداخلی داشته باشد یا خیر مشخص نیست. احتمال زیاد که تداخل نخواهد داشت. یک سری دسته‌بندی‌هایی هم اینجا ما داریم، مثلا افزونه‌های محبوب، افزونه‌های توصیه شده، علاقه‌مندی‌هایی که ما فیوریت می‌کنیم و المنتور. در قسمت افزونه‌ها مثلا یک صفحه ساز مال المنتور بود که مال صفحه ساز المنتوره، مثلا فرم تماسه، یاست برای سئو سایت استفاده میشه، گرافیک کلاسیک برای ادیت متن‌هامون استفاده میشه، ووکامرس که فروشگاه سازه. ببینید وقتی افزونه ها رو ما بینیم تعداد نصب شما گفتم مثبت 7 میلیون نصب داشته، امتیازش رو میتونیم از 5 اینجا ببینیم، یک سری توضیحات کوتاه اینجا داده شده. در واقع کریئتور یا اون کسی که افزونه رو نوشته یا هر کاری کرده اینجا نوشته شده. همکنون نصب کنید هم الان نصب میکنه. جزئیات رو هم که بزنید صفحه جزئیات باز میشه، میتونیم که ورژن رو که الان داریم میبینیم الان میخوایم نصب کنیم در واقع ویژگی هاش رو ببینیم. ورژن های قبلی هم توش هست. یک سری توضیحات هم این سمت در مورد افزونه داده شده و میتونیم قسمت راه اندازی سوالاتی باشه، تغییراتی که مال ورژنش هست یا تصاویر و بررسی و ایناش هم کامل چک کنیم. ببین مثلا شما الان المنتور رو سایت هم دارم، اینجا گفته که برای المنتور هم اینا در واقع یک سری افزودنی هست که ما بیایم به المنتورمون اضافه میکنیم، برای اینکه خود المنتور قد گسترده هست که نمیشه تمامی موارد رو توش گنجون. خودش که افزونه خیلی خوب هست، افزونه‌ای که یعنی المنتور رو ما خودش نصب میکنیم، یه قدم بخوایم بریم جلوتر میریم المنتور پرو نصب میکنیم. بعد از پرو ما میتونیم بیایم که از یک سری افزودنی هایی که برای المنتور طراحی شده و بسیار هم کاربردی هستش ازشون استفاده کنیم. خب برگردیم به قسمت افزونه هامون. افزونه ها رو ما به در واقع سه طریق میتونیم نصب کنیم. یکی اینکه بیایم اینجا بزنیم افزونه تازه از مخزن وردپرس استفاده کنیم، یا اینکه بیایم بارگذاری کنیم، یعنی فایلش رو بریم حالا از مثلا ما یه افزونه میخوایم، افزونه پرو میخوایم، ما حالا نمیتونیم به علت محدودیت هایی که داریم بریم از سایت های خارجی خرید کنیم، از سایت های معتبر ایرانی میتونیم خرید کنیم، از اینجا ایمپورت کنیم یا درگ کنیم یا بیایم که چوز فایل بزنیم و نصب کنیم. این دو حالت یعنی از مخزن و نصب دستی. حالت سوم میتونیم افزونمون رو توی هاستمون نصب کنیم، یعنی بریم توی هاست دبلی کانتنت تو قسمت پلاگین هامون افزونمون رو اونجا در واقع ایمپورت کنیم، یعنی آپلودش کنیم، افزون رو آپلود کنیم. وقتی آپلود بشه افزونمون، البته میگم افزون اونجا باید از حالت زیپ خارج بشه، افزونمون اینجا میاد به لیست اضافه میشه، در حالت غیر فعال هم هست، بعد میریم فعال میکنیم. حالا بزن یه افزونه من نصب کنم. من زدم افزونه تازه. میایم اینجا مثلا میخوایم چی نصب کنیم، بیایم ویراجگر کلاسیک رو نصب کنیم. میزنه همکنون نصب کنید، روش کلیک میکنیم، صبر میکنیم افزونمون نصب بشه، چون یه حجم افزون نصب شد. وقتی نصب بشه میزنه نصب شد. اگه فعال ساز رو بزنیم افزونه ما فعال میشه. اگه به صفحه افزونه های نصب شده برگردیم، اینجا ما افزونه رو داریم اما به صورت غیر فعاله. ببین همیشه رنگ افزونه فعال و غیر فعال هم متفاوت. اگه افزونه برای فعال سازی کلیک کنیم افزونمون فعال میشه و میتونیم که ازش استفاده کنیم. اما وقتی ما بخوایم یک افزونه رو حذف کنیم، الان ویراژگر کلاسیک گزینه حذف نداره. خب ما میایم افزونمون رو اول غیر فعال و بعد حذف میکنیم. اینم برای حذف کردن افزونه ها. خب افزونه ها دیگه فکر میکنم توضیحات جامعی بود در مورد افزونه. اینجا قسمت سرچ داره که میتونیم اگه افزونه زیاد سرچ کنیم. خیلی افزونه رو سایتتون نصب نکنید که شلوغ بشه، در حد نیازتون. بعضی از افزونه ها هستن که میتونن همدیگه رو ساپورت کنن. مثلا شما یه قابلیت در یه افزونه دارین اما یه افزونه دیگه برای کار دیگه نصب میکنین، بر حسب اتفاق افزونه دوم قابلیت افزونه اول رو داره. میتونین اینایی که با هم ساپورت میکنن رو اوناش که کمتره حذف کنید و از اونایی که جامع‌تر استفاده کنید. حتما افزونا رو از جاهای معتبر و مخزن وردپرس تهیه کنید و از سایت های غیر معتبر
به هیچ عنوان افزونه هاتون رو نصب نکنید، چون که علاوه بر این که امنیت سایتتون رو به هم میریزه، امکان داره با بقیه کارتون تداخل داشته باشه، سایتتون رو به هم بریزه و کلی مشکل براتون وجود بیاد. خب این از قسمت افزونه ها. و خب همین تا جلسه بعد، شاد و پیروز باشید.